تخت خوابت را مرتب کن. نوشته ژنرال ویلیام اچ مکریون با صدای روز آبی. فصل 3. تنها چیزی که مهم است وسعت قلب شماست. اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید، دیگران را با توجه به وسعت قلبشان بسنجید. من با کفش غواصی مشکیم که زیر بغل راستم و ماسکم که زیر بغل چپم بود به سمت ساحل دویدم. وقتی سربازان در حال رژه به من نزدیک شدند، کفش‌های غواصیم را روی ماسه نرم گذاشتم و آنها را طوری به یکدیگر تکیه دادم که شکل خیمه‌های سرخپوستی را به خود گرفتند. دور تا دورم دانشجویان ایستاده بودند. تیشرت‌های سبز، شلوارک‌های خاکی رنگ شنا، نیمبوت‌های از جنس نئوپرین و جلیقه‌های نجات کوچکی بر تن داشتند. ما آماده بودیم تا تمرین شنای 4 کیلومتری صبحمان را انجام دهیم. جلیقه نجات شبیه بادکنک پلاستیکی کوچکی بود که تنها وقتی ضامنش را می‌کشیدند پر از هوا می‌شد. می‌توانستید در ظاهر دانشجویان شرمندگی را ببینید که مجبور بودند جلیقه نجات بر تن داشته باشند. اما مربیان دوره آموزش باید قبل از هر شنا صحت و سلامت تمام جلیقه‌ها را بررسی می‌کردند. این بازرسی به مربیان فرصت سختگیری و اذیت بیشتری می‌داد. آن روز در کورونادو ارتفاع موج به 2.5 متر می‌رسید. موج‌ها در 3 خط به سوی ساحل در حرکت بودند. وقتی به ساحل برخورد می‌کردند، صدای خروش مهیبی ایجاد می‌شد که ضربان قلب دانشجویان را تندتر می‌کرد. مربی به آرامی به پایین خط حرکت کرد و مستقیم به سمت مردی رفت که در سمت راست من ایستاده بود. این کارآموز که به تازگی وارد دوره شده بود، حدود 2 متر قد داشت. مربی قد بلند دوره آموزش، کهنه سرباز جنگ ویتنام بود که یک سر و گردن از بقیه بلندتر به نظر می رسید. بعد از بازرسی جلیقه‌های نجات دانشجویان، مربی از روی شانه چپش به آب‌های خروشان نگاهی کرد. سپس آمد و کفش‌های غواصی آن کارآموز را گرفت. در حالی که آنها را نزدیک صورت آن فرد گرفته بود گفت: آیا واقعا می‌خوای یه مرد قورباغه‌ای باشی؟ ملوان صاف ایستاد و در نگاهش مقاومتی دیده می‌شد. فریاد زد: بله مربی، می‌خوام. مربی در حالی که کفش‌های غواصی را نزدیک صورتش تکان می‌داد گفت: تو آدم کوچکی هستی. اون موج‌ها می‌تونن 2 نصفت کنن. مکسی کرد و به اقیانوس نگاه کرد. قبل از اینکه آسیب ببینی باید به فکر کناره‌گیری باشی. حتی از گوشه چشمم هم می توانستم ببینم که دندانهای آن کارآموز به هم قفل شدند. ملوان شمرده پاسخ داد: من کنار نمی کشم. سپس مربی خم شد و چیزی در گوش آن کارآموز پچ پچ کرد. با وجود صدای موجهای خروشان نمی توانستم چیزی که مربی به کارآموز می گفت را بفهمم. بعد از اینکه تمام کارآموزان بازرسی شدند، مربی به ما دستور داد که وارد آب شویم و ما شنا را شروع کردیم. 1 ساعت بعد من سینه‌خیز به ساحل رسیدم و دیدم که همان کارآموز آماده ایستاده است. او شنای خود را به عنوان اولین نفر کلاس تمام کرد. او را به کناری کشیدم و از او پرسیدم که مربی در گوشی چه چیزی به او گفته بود. او لبخندی زد و با افتخار گفت که مربی از من خواست ثابت کن که اشتباه می‌کنم. آموزش نیروی دریایی همیشه درباره اثبات نکته است. اثبات اینکه اندازه اصلاً مهم نیست. اثبات اینکه رنگ پوست اصلاً مسئله مهمی نیست. اثبات اینکه پول شما را به فرد بهتری تبدیل نمی کند. اثبات اینکه عزم و اراده همیشه از استعداد بهتر بوده است. من خوششانس بودم که این درس را 1 سال قبل از شروع آموزش یاد گرفتم. وقتی در مرکز شهر سندیگو سوار اتوبوسی شدم، خیلی هیجان زده بودم که قرار است منظره امکانات و فضای آموزش نیروی دریایی را در خلیج کوچک کورونادو ببینم. من دانشجوی نوآموز سال دوم در نیروی دریایی بودم که در ترم تابستانی به عنوان بخشی از برنامه رسته آموزشی افسران ذخیره نیروی دریایی شرکت کرده بودم. به عنوان 1 سال دومی نوآموز من بین سال اولیه و سال آخری ها قرار داشتم. اگر همه چیز به خوبی پیش می رفت، امیدوار بودم که تابستان آینده برایم مأموریتی در نظر بگیرند و مسئول آموزش نیروی دریایی شوم.
اواسط هفته بود که من از مربی خود مجوزی دریافت کردم. مجوزی مبنی بر اینکه یکی از کشتی‌ها از برنامه آموزشی منحرف شد و من باید به کورونادو بروم. من خارج از محوطه هتل مشهور دل کورونادو از اتوبوس پیاده شدم و حدود 1 کیلومتر پیاده روی کردم تا به مقر آمفیبیوس رسیدم. از چند ساختمان کره‌ای زمان جنگ گذشتم که گروه‌های 11 و 12 انهدام زیر آب آنجا مستقر بودند. بیرون یکی از ساختمان‌های یک طبقه آجری تو در تو یک تابلوی چوبی نصب بود که روی آن نوشته شده بود فردی قورباغه، یک دوزیست با پاهای بزرگ سبز رنگ که یک دسته TNT حمل می‌کرد و سیگار می‌کشید. اینجا مقر مردان قورباغه‌ای ساحل غربی بود. مبارزانی نترس با ماسک و باله که مبارزان قبلیشان ساحل آیوجیما، تاراوا، گوام و اینچئون را پاکسازی کرده بودند. قلبم با سرعت بیشتری شروع به تپیدن کرد. اینجا دقیقاً جایی بود که می‌خواستم باشم. با عبور از گروه‌های تخریب زیر آبی، ساختمان بعدی به گروه شماره 1 یگان ویژه نیروی دریایی تعلق داشت. گروهی متشکل از مبارزان جنگلی که اعتبار خود را در جنگ ویتنام به عنوان سرسخت‌ترین مردان ارتش به دست آورده بودند. علامت چوبی بزرگ دیگری به عبارت سامی یگان ویژه اشاره داشت، با چاقوی در دست و شنل تیره‌ای شانه‌هایش. آنطور که بعدها فهمیدم، مردان قورباغه‌ای و نیروی یگان ویژه مشابه یکدیگر بودند. تمامی این افراد از تمرینات نیروهای ویژه فارغ التحصیل شده بودند. در نهایت به آخرین ساختمان دولتی سمت ساحل در پایگاه نیروی دریایی رسیدم. در نمای بیرونی ساختمان این جمله نوشته شده بود: تمرینات ابتدایی نیروهای ویژه تخریب زیر آبی. خارج از ورودی اصلی 2 مربی نیروهای ویژه ایستاده و چند کارآموز تازه کار اطرافشان جمع شده بودند. قد این 2 مربی در برابر دانش آموزان مثل 2 برج بلند بود. استوار دوم ارشد دیکری بیشتر از 2 متر قد داشت، با شانه‌های پهن، سینه‌ای باریک و سبیلی نازک و تیره رنگ. او همه آن چیزی که من از یک نیروی ویژه انتظار داشتم در اختیار داشت. در کنار او افسر ارشد گن ونس ایستاده بود، با بیش از 2 متر قد. ونس مثل یک بازیکن فوتبال قلدر بود، با عضلات قدرتمند سرشانه و نگاهی نافذ که به همه اخطار میداد نباید نزدیک او شوند. کارآموزها وارد ساختمان شدند. همراه با حسی از ترس و اضطراب به دنبال آنها رفتم و در عرشه جلویی ایستادم. برای ملوان جوان داستانم را تعریف کردم. من یک نوآموز تازه کار از دانشگاه تگزاس بودم و به دنبال کسی بودم تا با او در مورد تمرینات نیروی ویژه صحبت کنم. ملوان میزش را ترک کرد و وقتی برگشت به من گفت که ناوبان یکم داگ هوس آماده است تا با من چند دقیقه‌ای صحبت کند. در حالی که منتظر بودم تا برای رفتن به دفتر ناوبان یکم خوانده شوم، به آرامی در سرسرا بالا و پایین میرفتم و به عکس‌های روی دیوار نگاه می‌کردم. همه عکس‌ها تصاویر نیروهای ویژه در ویتنام بودند. مردهای تا کمر در گل فرو رفته در دلتای مکونگ، تصاویر جوخه‌های استتار کرده نیروهای ویژه که از مأموریت شبانه باز می‌گشتند، مردانی همراه با اسلحه‌های خودکار و انبوهی از مهمات روی قایقی تندرو که به سمت جنگل می‌رفت. در انتهای سرسرا مرد دیگری به عکس‌ها نگاه می‌کرد. مردی با قیافه سرد، تقریباً شکسته و موهایی به سبک گروه بیتلز. ظاهراً از دیدن این همه مبارزان بی‌نظیر متعجب شده بود. به نظر من به این فکر می‌کرد که چطور عضوی از نیروی ویژه باشد. با نگاه به این تصاویر آیا واقعاً فکر می‌کرد برای گذراندن تمرینات قدرت کافی را دارد؟ آیا فکر می‌کرد هیکل کوچکش تحمل حمل کوله پشتی سنگین و هزاران گلوله را دارد؟ آیا 2 مربی نیروی ویژه در جلوی در را ندیده بود؟ مردانی خوش هیکل با خصوصیات مثال زدنی. ناراحت شدم که آدرس را اشتباهی به این مرد دادند. شاید تشویق شده بود تا زندگی راحتش را به عنوان یک شهروند ترک کند و به تمرینات نیروهای ویژه برود. چند دقیقه بعد ملوان عرشه جلویی با خونسردی از راهرو پایین آمد و مرا تا دفتر ناوبان یکم هوس همراهی کرد. داگ هوس پوستر تبلیغاتی زنده برای عضوگیری
در نیروهای ویژه بود. فردی قد بلند، عضلانی با موهای قهوه‌ای موجدار که در یونیفرم خاکی نیروی دریایی می‌درخشید. من روی یک صندلی مقابل میز هوس نشستم و با او در مورد تمرینات نیروهای ویژه و نیازهای احتمالی در برنامه‌های کاری صحبت کردیم. هوس در مورد تجربهش در ویتنام به من گفت و توضیح داد که زندگی پس از فارغ التحصیلی از تمرینات نیروی ویژه چگونه خواهد بود. از گوشه چشمم مردی لاغر را در لباس شخصی می‌دیدم که به عکس‌های روی دیوار خیره شده بود. این فرد هم حتما مثل من منتظر ناوان یکم هوس بود. امید این که اطلاعات بیشتری در مورد تمرینات یگان ویژه به دست آورد. این مسئله باعث می‌شد تا حس خوبی به خودم داشته باشم، چون خودم را قوی‌تر و آماده‌تر از فرد دیگری می‌دیدم که فکر می‌کرد تاب تحمل تمرینات یگان ویژه را دارد. در میانه گفتگویمان هوس ناگهان ساکت شد و از بالای میزش به بیرون نگاه کرد و بر سر مردی در راهرو فریاد کشید. در حالی که هوس به مرد لاغر اندام می‌گفت تا به داخل بیاید، من ایستادم. هوس در حالی که آن مرد را سخت در آغوش می‌گرفت گفت: بیل، این تامی نوریسه. تامی آخرین تفنگداری بود که به خاطر جنگ ویتنام مدال افتخار گرفته. نوریس لبخندی زد، ولی تا حدی به خاطر این معرفی جا خورد. من هم لبخند زدم. به او دست دادم و در دل به خودم خندیدم. این مرد لاغر با موی کوتاه که شک داشتم بتواند از تمرینات نیروهای ویژه جان سالم به در ببرد، ناوان یکم تامی نوریس بود. تامی نوریس که در ویتنام خدمت کرده بود، چند شب به خطوط دشمن نفوذ کرد تا 2 خلبان سقوط کرده را نجات دهد. تامی نوریس بود، فردی که در مأموریتی دیگر با گلوله‌ای در صورتش از سوی نیروهای ویتنام شمالی زخمی شد و تنها شانسی که آورد نجاتش توسط ناو استوار دوم مایک تورنتون بود که بعدها به مدال افتخار دست یافت. این تامی نوریس بود که با وجود آسیب دیدگی برای قبولی در گروه نجاتگران FBI جنگید. این مرد ساکت و فروتن یکی از مقاومترین تفنگداران تاریخ گروه‌های نیروهای دریایی بود. در سال 1969 تامی نوریس تقریباً در حال اخراج از تمرین‌های یگان‌های ویژه بود. افسران ارشد می‌گفتند که تامی خیلی قد کوتاه و بسیار لاغر است و قدرت لازم برای انجام تمرینات را ندارد، ولی مشابه ملوان جوان در کلاس من، نوریس به تمامی آنها ثابت کرد که همگی اشتباه می‌کنند و یک بار دیگر نشان داد که اندازه قد و تجهیزات مهم نیست، بلکه وسعت قلب و میزان همت اهمیت دارد.